خب دوستان گرامی تشکر زیاد و بیاید اکنون با تحلیل و بررسی بازی مرکزی هفته در چمپیونات انگلیس هم توجه کنیم. طوری می‌بینیم حساب 2-1 با فایده منچستر یونایتد در شهرآوردی منچستر خاتمه یافت و دستپروران خوسپ گواردیولا باز با یک باخت دیگر دچار شدند. اما اگر ما رفتی همین بازی رو به اعتبار بگیریم، بعد از گلی که در میانه قسم یکم بود از سوی یوشکو گواردیول، فوتبالبازان دسته منچستر سیتی دیگر امکانیت‌های زیاد نداشتند تا اینکه برتری خود را دوچند کنند. بعد از این باز یک مفهومی بسیار جالب است در فوتبال که قبلا مخصوصا سولشر اون رو زیاد استفاده میکرد، یعنی در بازی باقی موندن. با این معنی که حساب باید طوری باشد که امکان برگشت به همون دسته که مغلوب شده است باقی ماند و این چیز رو ما در مثال منچستر یونایتد در پایان همین بازی دیدیم. حتی اونها تا لحظه که گل زدن از پنالتی فرصت‌های دیگر داشتن برای برابر کردن حساب، اما اون امکانات‌ها استفاده نشد، مثلا دو امکاناتی بسیار خوب و در آخر طوری می‌بینیم منچستر یونایتد پیروز بشود و در عموم باز هم معلوم می‌گردد که نشانه‌های بهتر شدن دسته منچستر سیتی و یا از بحران برآمدن شاگردان خوسپ گواردیولا دیده نشده است در همین گونه بازی‌ها، چون ما می‌بینیم همون مکانیزم یا سیستمی که قبلا کار می‌کرد حالا نه تنها قسماً بلکه تا جایی می‌توانیم بگیم با پورگی از کار برآمده است در این دسته. ببینید وقتی که پیشتر خبرها می‌برآمد که منچستر سیتی می‌تواند روبن آموریم حتی نمی‌تواند چون این منچستر سیتی ضعیف رو مغلوب کند و تا فرصت‌های زیاد بازی چون این فکرام تخمینام درست می‌برآمدند. ببینید بازی اصلا پورا برابر بود، یک بازی برابر بود از نگاه آماری فکر می‌کنم، هرچند که دو حالت گلزنی که منچستر یونایتد داشت بعد از قسمت میانه نیمه دوم به میان آمدند در اجرای فرانردیش و راسموس هویلوند. ببینید تا اون دور هرچند که منچستر یونایتد بازی رو به کلی کنترل میکرد، نه از نگاه توپداری، از نگاه مایل رفتن به هجوم، ولی منچستر سیتی هم حساب در حساب نگاه داشتن خود و تلاش باز دوباره جمع کردن حساب امکانات‌های خوبی را در اختیار داشت. ولی ببینید اون کریزیسی که منچستر سیتی دارد با فکرم یک کریزیس شده است که به یک بیماری کرونیکی به قول تبدیل یافته است، به یک بیماری مزمن و اینجا بازیگرانی در کار هستند که با مهارت انفرادی خود چگونه که یک در خلالاتو مثال سون مربی را نجات میداد در خود تاتنهام، بازیگرا مربیان را نجات میدادند با یک دو بازی. البته گواردیولا را چگونه خود میداد با چنین دستاورداش امروز پگاه از کار جواب نمیدهند. او یک شخصیت بزرگ است در منچستر سیتی و خود هم میگوید که من از برای همین من در نشست‌های مطبوعاتی قرار دارم و در منچستر سیتی عین حال نفر نیست که چگونه ای که احمد دیالو از تنقیدها آموریم را نجات داد و این پیروزی مهم را در دربی برای دستش تقدیم کرد، چون این نفران نمیرسند. هرچند که هلند را تعریف توصیف زیاد میکنیم، ولی ببینید هلند در گذشته همچنین خصلت داشت که در بازی مهم هلند عموما به فراموشی میرود، در بازی مهم گل نمیزند و ما در همین حالتهای کریزی برای منچستر سیتی اگر یگان نفری کلیدی برای منچستر سیتی گل دیوم را با استفاده از مهارت انفرادی خود به ثمر میرسونه، خود دی بروینه یا کسی دیگر، منچستر یونایتد فکر نمیکنیم که با بازی برگشت میکرد. ببینید تا باوری نبود که منچستر یونایتد دچار پیروزی میشود اینجا در همین بازی، ولی احمد دیالو در 2 دقیقه بازی را به طور تقدیر بازی را دیگر کرد که خود گواردیولا حیران ماند و خود همریم هم حتی باور نکرد که ما به چنین پیروزی میرسیم. البته که منچستر سیتی دسته سیستمانوک است. وقتی که یک سیستم از کار برآمد به کلی دسته تاثیر میرساند. قبلا وقتی که هلند را آوردن کوین دبروینه در فرم خوبی ورزشی قرار داشت و از روی امورها هم اسیست های بیشتری کوین دبروینه مخصوصا به هلند داده میشد و هلند بگم چگونه میگه لقمه تیارو خوب استعمال کرده میتونست و انا همین سیستم علاقه بایرون است. کوین دبروینه دیگر اون کوین دبروینه نیست که ما قبلا میدیدیم. ببینید که در همین بازی چقدر اشتباه کرد خود همین فوتبال بازی بلژیکی و هلند دیگر یگان امکانات اطرافی هلند دیگر اون چیزی که هلند میخواد با او چی میگن آماده کردن دسترس کردن نمیتونن ولی منچستر سیتی بازی خوب نشون داد. من این بازی رو تا آخر تماشا کردم، بازی خوب نشون داد، مخصوصا بعد گل هم اونها هرچند یک با قفا نشستن ولی باز هم ادامه دادن، مخصوصا برناردو سیلوا از کنار چپ جرمی دوکو بود
که توانستن بازی رو مثلا گردون کنن. بله بازی خوب بود. فقط ضربه هایی که از دور زده میشد باور نمیکنه که همین فوتبال بازی دسته منچستر سیتی میزنن، یا بلند میزنن یا تماما از ستون دروازه دور میزنن، یا که یک اون گونه ضربه میزنن که برای دروازه‌بان موثر میشه اونو گرفتن. هلند تماما نبود، ما تماما نه در رقابت دوم نه در رقابت یکم نه در زیر زمین گفت ایمان بی اون کار تماما بازی خوب نشون نداد. ولی منچستر یونایتد بازیش واقعا بازی با نظام شده است. بعد اومدن اموریم آنها اگر درتون باشد سال گذشته حتی اداره کردن نمیتونن، با یکدیگر بازی کردن نمیتونن، تو برو میگفتن در حال از دست میدادن یا با خود من کردم میتونم فکر میکردن که با کی دیم. ولی ببینید که زیر همین فاصله که بین بازیگری مثلا حریف میساد با بازیگر منچستر یونایتد همین چیز همین کمبودی برطرف شد. تو برو زیاد من کردن، تو برو میگن در حال با یکدیگر پاس میدن و بازیگزاری یا همون کامبیناسیون با اصطلاح کامبیناسیون خیلی خوب رو به راه میمونن. در کنار راست امادو دیالو واقعا با اصطلاح بمب بازی رو بازی رو گردون میکنند. فرناندش هم بازی خوب نشون میدهد و چیز دیگری که من در رسانه‌های اطلاعاتی دیروز مطالعه کردم این است که همین مرحله فعالیت اموریم رو متخصصان درودراز بها نمیدهند. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که مثلا در دسته منچستر یونایتد سرمربی پرینسیپنوک علاقه نمیشود دیگر. همه سرمربیایی که اومدن پیش از این نفر کار کردن همه قریب که به غرض سولشر سرمربی پرینسیپنوک بودن. مثلا با بازیگران میتونن که نیزو برانگیزن، میتونن که بازیگران چپ گیرن. ببینید که علاقه رشفورد و بازیگر آرژانتینی گارناچو با حیات در حیات اساسی حتی در همون روی خط نبودن، در کرسی احتیاطی هم نبودن و فکر میکنم که اگر همین دوام دادن همین گونه پرینسیپ ها اگر در امور باشد، در وجود امور همین خصلت ها باشد، دسته منچستر یونایتد باز با تناظر میاد. ولی حالا آخری کار نیست، باید تماشا کردن و کار دیدن در کار. ولی در مقابل دسته منچستر سیتی در دربی فوتبال بازی دسته منچستر یونایتد واقعا یک ظهوراتی نو، یک تحولاتی نو خوب نشون میدن بازی. و همین چیزی که در باره اماد دیالو شما گفتید گپ نزنم. خب همین چیزی که درباره اماد دیالو بالاتر شما قید کردید، ببینید اکنون تا جای یک اصطلاح الهیده هم پیدا میشود، پرسینگ انفرادی خودی همین فوتبال باز، زیرا در بازی با اورتون او با اشتراک فعالانه خود با همون پرسینگ خود 2 گل رو با وجود آورده بود. در این بازی باشد 1 گل ماس سهمی بیوسته او بود از همون حالتی که گویم با فشار رفت وقتی نونش اشتباه کرد هنگام پاس دادن و توپ رو گرفت و پنالتی کار کرد. بعدا حرکت های بسیار عالی او در لحظه که در دقیقه 90 گل میزند فوتبال بازی مذکور و یک فکر دیگر هم پیدا شد درباره آن که با میدان برآمدن انتونی کاری اماد دیالو رو کمی سبک کرد و او بیشتر گویم آزادی پیدا کرد برای خود در خط هجوم و این نفع آورد در مجموع با منچستر یونایتد. و یک چیز دیگر سوال پیدا شده ایستاده است. ببینید ما زیاد درباره منچستر سیتی و گواردیولا میگوییم، اما فکر نمیکنید که خودی گواردیولا که قبلا کشفیات ها میکرد، در هر یک بازی نوگونی ها میکرد، در بازی مذکور هم البته در مرکز گذاشتن نونش از سوی او دیده شد، ولی این خطای کلام بود که دیدیم بعداً به چی آورده رسونید. من میخواستم همین گونه سوال پیشنهاد کنم که آیا از پرینسیپ های خود، از بعضی پرینسیپ های خود گشتن گواردیولا، از اونه که با بعضی از جوانان صاحب لیاقت در منچستر سیتی مثل سانچو و پالمر قبلا امکانیت نداد، آیا نمیتوانیم بگوییم که گواردیولا هم وقتی از پرینسیپ های خود دست کشید و با چیزهای دیگر رو آورد، این یکی از سبب های اساسی تنزلی کاری مربیگی او در منچستر سیتی شد؟ من فکر میکنم که دیلخو دسته قوی، دیلخو دورانی پرجایزه مرحله تنزل خود رو دارد و علاقه علامت های تنزل یافتن بزرگی های گواردیولا و دسته او هم علاقه نمایان هستند. ببینید اینا عامل‌ها بوده میتوانند. ببینید وقتی که یک دسته قوی اون دوران نتیجه نشان میداد، نیازی به سانچو و پالمر و حتی آلوارز نبود. آلوارز ببینید رفت از چمپیونات اسپانیا، علاقه نتیجه برعکسن. آلوارز چه نتیجه دارد، چه آمار دارد، پالمر چگونه
قوی و بزرگ است، چگونه نفر کلیدی برای چلسی است و گواردیولا درش صد قرار داد. همگان عضو تنقید میکنند که چرا آنها را استفاده نکرد. ببینید در آن وقتا نیاز به استفاده آنها قدر نبود. در آن وقتا گواردیولا بی آنها هم زور بود. وقتی که الکای مرحله تنزل فرا رسید و آنها رفتند، آنها لازم هستند، باز زمانه چنین است که آنها را دیگر آورده نمی شود. ببینید همین خیلی می شود. مرحله تنزل فرا می رسید، عاملاش البته بوده میتوان نبودن این نفرها، ولی محض همون دوران که این نفرها در کار نبودن به این نفرها نتیجه به دست می آمد کو. اون دوران نمی گفت اون کس کی پالمر در کار است، آلوارز در کار است، هلند با قول پاچکا گل میزد. آمارای هلند رو اگر حساب کنیم چی در لیگ چمپیونها چی در پرمیر لیگ انگلیس رکورد سر تا پا رکورد است. ولیکن وقتی که چگونه مربیان میبینند بغیر از 11 بازیگر در هیئت 22 بازیگر یک بار جای کردن نمیشد و بازیگران بسیاری صاحب استعداد که ناراضی میشن به این چیز کوشش میکنند که برای پیدا کردن وقت بیشتری بازی خوشبختی رو در سنگر دیگر پیدا کنند و آنها رفتند. الکای اون ذخیره هم دیگر اونقدر قوی نیست که در مسیر 5-6 موسم بازی خیلی برقرار نشون میدهد. اون ذخیره هم دیگر انرژی از دست میدهد. اون بازیگران هم صفاتهای خود را به قول گم میکنند. دیبروینی دیگر جوان نمیشد و پیر میشود. هلند هم به اون نمیتواند کاری رو کردن. این امیلا سبب میشوند که گواردیولا دیگر با همون نتیجه دلخواه خود را به طور برابر یعنی که نگاه داشته نمیتواند و خود رجوات رودری هم تا جای ضرر جدی میرساند به دست. این عاملای کلیدی البته هستند که برای گواردیولا سبب میشوند، ولیکن اون مرده که با اون پرینسیپای خود نتیجه قوی و صد فایزه داشت و اولو میگه که ما از برای همین من در اینجا هستم، در همون وقتا حق بود. ولیکن اون وقتا او داشت بهانه‌ای که به قول سبب داشت که اونها رو استفاده نکرد، ولی اونها البته خوب بودند. یک وقتا ژوزه مورینیو پشیمانی کرد که چرا سالا رو از دست داد. اون وقتا به سالا اونقدر نیازی نبود، ولیکن بعداً که نیاز پیدا شد دیگر به قول فرصت نیست. الکای دیگر. ولی یک چیز رو در مورد بازی اضافه کنم، دیبروینه در این بازی هم بازی اونقدر بد نداشت. اگر که ما نفری گناهکار اساسی رو پیدا کنیم، ماتیوش نونیش اشتباهی کرده بود که هر دو گل از اشتباه این بازیگر بود و دفاعگران سیتی اونقدر بازی با نظم ندارند. با برگشتن دیاش هم یه چیزی به دست نآمده ایستاده است. خودی گواردیولا که هرچند تعریفش میکنیم 90 میلیون برای او دادند، ببینید چی اشتباه میکند. لیساندرو مارتینز ببینید چگونه پاس روان کرد. اول نگاه کرد که آمد دیالو چگونه سرعت میگیرد تا بعداً پرتوفت ایدئالی که انجام داد. ببینید بعداً دیگر اول سرچشمه گل خودی شاهکاری مارتینز است، بعداً در ادامه علاقه مهارت انفرادی خودی دیالو که چگونه از دو نفر گذشت، از ادرسون گذشت و بعداً گل کلیدی را به ثمر رساند. این بیشتر از چی میاد در این پیروزی نه خدمتی تاکتیکی آماریم است، بلکه خدمتی انفرادی بزرگی بازیگران است که او را کشیده برآوردند، در دربی نام او را برداشتند. در حیات دسته منچستر سیتی چگونه که موبایل اشاره کرد، کوین دیبروینه بازی خوب نشون میدهد، ولی او در سطحی که اون وقت بود اون کوین دیبروینه دیگر نیست. از پای او بسیار وقت توپ رو میگیرند. در بازی‌هایی که در موسم‌های گذشته نشون داد کوین دیبروینه از پای توپ رو گرفتن خیلی مشکل بود. او یک بالا کرده پرتوفت خود رو با فوتبال بازی که مثلا مدی در داخل جریمه گاه او یک بالا کرده میرسونید، دیگه پرتوفتای او نمیگذارند. ببینید که چگونه صد میگذارند. چند پرتوفتی که اجرا کرد قریب 50-60 فایز اون رو فوتبال بازیکن دسته منچستر ولی در همون گل یگانه سهم دیبروینه هست. بله دیبروینه بود در همین گل هم هست، ولی در سطح پیش نیست. بله حرکت جراحاتو رو مثلا معنی است ولی ارگانیسم دیگه بدن او دیگر همون چیز رو استفاده برده نمیتونه. و در حیات دسته منچستر سیتی فکر میکنم یگانه نفری که هلند در سطح خود بازی میکند برناردو سیلوا است. همون گزارش ها، همون چست و چالاکی، همون پرتوفتا چی کاری که در قبلا میکرد این بازیگر یونیورسالی است واقعا در این بازی هم کرد، ولی به یک نفر نمیشود. ژرمی دوکو بازی رو گردان میکرد از کنار چپ میدان، ولی ببینید که چند مرتبه او گزارش کرد به داخل جریمه گاه وارد شد، ولی پرتوفتایی که قبلا بازیگران دسته منچستر سیتی در داخل جریمه گاه در میان توده فوتبال بازی میکردن دیگر اون پرتوفتا نیست. پرتوف میکردن قبلا هم درست میرفت با پای فوتبال باز میرسید که حیران میشدی. دیگر یگان حیران کاری نداره دسته منچستر سیتی. سیستم علاقه حیران شدن. همگان اومدن رودری رو انتظار هستن. من فکر میکنم اگر رودری 1000 رودری دیگر کمک نمیکرد. من بسیار باور دارم. در بازار ترانسفری هم دسته منچستر سیتی علاقه اشتباهی خیلی زیاد کرده است. من فکر نمیکنم که برای یک حیات نو ساختن برای گواردیولا امکانیت باشه. علاقه مرحله تنازلی دسته منچستر سیتی فرا رسید و من پیشگویی میکنم که شاید یک سال دو سال
گواردیولا این دسته رو برگردونده نمیتونه. اینا ممکن او را جواب دهند و باز بر سر بالای سوختن نمک‌ها که باز شرط پس 120 ویرانکاری‌ها بعد سال دیگه تصدیق شوند این گواردیولا دیگه به چمپیونشیپ میرود. خب گواردیولا لیکن روزی شده بود و اعلان هم کرد که اگر به چمپیونشیپ هم رود با دسته باقی میموند و اون رو با پرمیر لیگ برآورده بعداً از دسته خواهد رفت. اینجا گپ سر پول میرود. عرب‌ها با گواردیولا پول بیشتر میدن. دیگر در دسته با دیگر دسته فکر میکنم که اون مبلغ گواردیولا میگیرد با او دادن نمیتونه. خودم گفت در نشست مطبوعاتی بعد بازی گفت که من پول بسیار میگیرم، من از برای همین در همینجا هستم، در همینجا تنقیدارم به سوی خود یعنی که قبول میکنم همه تنقیدارا همه عیبا رو به خود میگیرم و یک اشاره به ناعدالتی دوبارم کرده بود. گفت که آنتونی تیلور 9 سال پیام چون این کار رو میکند او پینالتی رو در نظر دارد که اینجا چخیل مو آنتونی تیلور عیبدار میکنیم. بله.